السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول خو باید سریزی کمی صحبت کنیم که ICC یک محکمه سیاسی است. هیچ ضرورت نداریم که بخش حقوقی یا تکنیکی شانیجا بحث شود. اینی را باید ما و شما حداقل کمی بفهمیم که در دنیا هیچ چیز تکنیکی و حقوقی وجود ندارد. اگر ملل متحد باشد، اگر WTO باشد، اگر ICC باشد، با اگر معذرت همیشه یک پرانتز باز بکنم، بهتر است که اساسنامه را یک مطالعه کنین دلاورزای سوی. ما دلاورزای نیستم، ما دلاور هستم. یک و ببخشید دوم نه، خب دلاور مطالعه کنین خیزان همینه. است. بله او بود پرانتزیس تن بان ما میتونستم که دگه پایتان پرانتزیس باز کنیم، ما نمیخواستم که باز کنم. شما کتابا را خواندین، کتاب نخوانین، حقیقت و طبیعت بخوانین. با می خاطر هستن که ما و شما روبات هستیم، ما و شما باید روبات نباشیم، باید انسان باشیم، تحلیل کنیم. به این خاطر ما موضوع خود تشریح میکنیم، شما موضوعات خود تشریح کنین. خوب، اول سوال اینجاست که چرا ایبت الله یک، چرا جلال الدین حقانی بچیش نه، چرا قاضی القضات جستس رئیسشان، چرا ملا برادر نه، چرا ملا یعقوب نه، چرا قماندانای دیگه که جنگ میکند و در جنگ نیستن، چرا دیگه قماندانایشان که هر کدامشان 10,000 نفر کشته نامشان در لیست نیست. ما و شما اینجا آمدیم پشتی خود سیاه میگردیم که این طور میشه بازی طور میشه بازی طور میشه. هر وقت که نظام سقوط شد بازی را میگیره. برما چی؟ یک دفعه نظام شد سقوط شد، باز اگر محکمه میکنه نمیکنه، برما چی فایده میکنه؟ مرا خوب بکوبا از تعلیم محروم کنه ای کند، بعد از این 10 سال یا 20 سال بعد دوره با 5 روز بندی میکنه. یعنی چی؟ گوش کنین. هیچ چیزی در زمین وجود ندارد که او سیاسی مطلق نباشد. ما و شما پشت گپ اخلاقی، آرمانی، جذباتی، حقوقی مرا مصروف می سازم و بخش سیاسیشان از پیش میاد از یاد ما میره و سیاسیشم همینطور عمیق ما و شما بحث نمی کنیم. بیخی سطحی آل ICC گپ زد، ما امو ICC را چک چک میکنیم، ما را ثابت میسازیم. اینی فیصله ICC به نفع طالب است، نه به نفع ما و شما. حالی گوش کنین چی مانه. در طالب بد به نفع ما و شماست، طالب خوب به نفع طالب است. یعنی چی؟ اگر طالب بد باشد طالبا از بین میبره. هیبت الله عمر طالبا را کم میسازه، امرای قاضی القضاتش. اگر هیبت الله و قاضی القضات و 3-4 تن دیگه باشه، طالبا در 3-4 سال از بین میره. اگر هیبت الله امره امو قاضی القضاتش امره 3-4 نفرش از بین بره یا بندی شوه کشته شوه، طالبا با 30 سال و با 50 سال دیگه عمر میکند. اینجا هستن که دنیا میخواه که طالب بانه، طالب به در افغانستان حاکم باشد، مگر ملا هیبت الله است که رویش میگیره و با ملا هیبت الله کی میگه که کارا را باید شود. اینجا مشکل هستن که در ما ببینید. شما گپای عباس استانکزی یک مثال شبت میگم، یا حقانی را گپایش ببینین، تمامشان میگه که عباس استانکزی دیروز در صحبت خود گفت که این شرعا نارواستن که مکتب دخترها را بند میکنی و ششتم در کابل، مگر هیبت الله زورش نمیکشه سرش. امو هیبت الله که دیکتاتور است با استانکزی چیزی گفته نمیتونه. استانکزی از لوگر ماست. استانکزی قد دل و گرده نداره که گپا بزنه. بستانکزی کس گفته که ایره بزن همی گپا، مامریت هستم، پدر کس تو را چیز گفته نمیتانه. استانکزی گپ میزنه، هیبت الله برشان چرون کرده نمیتانه، چروقس کرده نمیتانه. به خاطر چی؟ استانکزی کیست؟ عباس استانکزی را میگم. خود حقانی کیست؟ شما ببینین یک دفعه یک مضمون واشنگتن پوست بود، کی بود که سری سراج الدین حقانی نوشته کرده بود. و مضمون و ICC یک رقم گپ میزنن.
ما و شما باید یادداشت خود از چی نکنیم، یادداشت خود بگیریم، امرای خود که امی دات سره بگیریم، کنکت کنیم، واشنگتن پوست، امی آی سی سی، ترامپ، ملا برادر، امی تمام حلقه تا رئیس جمهور اشرف غنی، تا خلیل زاد، تا دیگه مردم تمامشان یک گپ میزنه، مگرم با مختلف آدرس و گپا را تویست میکنه. یکش از یک زاویه گپ میزنه، دیگهش از دیگه زاویه گپ میزنه، مگرم تمامشان به این کار میکنه که چطور طالب نرمالایز شوه، چطور طالب به رسمیت شناخته شوه. فاروق اعظم گفت، یک نفر کلانی ازی هستن، فاروق اعظم گفت که ما مردم هر وقت امرای ملل متحد و امرای دنیا به رسمیت گپ میزنیم، دست پنهان وجود دارد که او رابطه مرا قطع میکند. در تلویزیون گفت و در کابل ششته. آلی دست پنهان کیست که طالبان را رویشان گرفته که امرای مردم گپ نزنند، امرای امریکا و دیگر کشورها به رسمیت شناخته نشوه، اما دست پنهان کی بوده که ای از پیشن شکایت که و گفتن که شما برین سریازی ریسرچ کنین، تحقیق کنین که می دست پنهان کیست. دست پنهان امی صدای کس هستن نمیفهم. بخیرم اول خانم مریم اگر مایکتان بس ببندین، تشکر. بسیار ببخشید. آلی دست پنهان کیست؟ دست پنهان امی خود هیبت الله است. ما باید بگم تمام مردمی که سپورت طالبان را میکنه سری اعلامه بسیار خوش هستند. تمام مردمی که طالبان را میخواه در افغانستان و مردم تمامش سری اعلامه خوش است، به خاطر ازی که یا نمیخواه که هیبت الله دیگه دمی وظیفه خود. ما سر دستپیسای خود گفتیم، چند دفعه گفتیم که ملا هیبت الله یا میموره یا بندی میشه. از خاطر چی؟ از خاطر ازی که ملا هیبت الله عمر طالبا را کم میسازه و عمر طالبا را مردم که طالب میخواه، سیاستمدارای که طالب میخواه از جمهوریت و طالبای که در افغانستان سیاست میکند و مردم بین المللی تمامشان به هیبت الله گفته میره که وای هیبت الله تو برای سم روان نیستی، تو همی طالبا را و همی افغانستان را سقوط میتی، مثل 96 که آمد و 2001 رفت. مگر هیبت الله بر چی میگه؟ میگه نی از خاطر این کار میکنیم که خداوند بر ما میگه. سیاست نمیکنه هیبت الله، سیاست نمیکنه و طالبان میخواه سیاست کنم. به این دلیل است که طالبایی که امرای استخبارات دنیا دست دارد، امیالیم سفارت امریکا در کابل باز است، در قطر، در کابل، در دبی، در تمام دنیا طالبا که گپ زد بالاخره فیصله شد که اینی آدم بر ما گوش نمیکنه و من نمیتونیم که امرای آدم جنگ کنیم، شما باید گوشتاوی برش بتین. ای آی سی سی گوشتاوی برش میته که آدم شو، اگر آدم میشی خوب، اگر آدم نمیشی یا بندی میشی یا میموری. اگر ملا هیبت الله رفت یا بندی شد یا مرد یا درون زد هرچی شد، دیگه طالب که میه او طالب بسیار زیاد سیاست مدار میه، او طالب برتن مکتب دخترها را واز میکنه، او طالب برتن طالبا را به رسمیت به دنیا میشناسه، او طالبا میایه و برتن همه شمول حکومت هم جور میکنه. همه شمول یعنی چی؟ حکومت برتن جور میکنه. بیادر ما که زیر دست طالب کار کنم در افغانستان، ما چی کرده میتانم؟ احمد مسعود چی کرده میتانه؟ دیگه کس چی کرده میتانه؟ که قدرت امریا باشه، فیصله این مردم بکنه، در دستشان بر ترورت کرده میتانه، بندید کرده میتانه، دوسیه بر جور کرده میتانه. هر کس که به طالب کار کرد بندی میشه. مرا اگه سبب گوه ما امرشان زیاد مشکلم ندارم که بیا وزیر دفاع ما شو، مطالب وزیر دفاعش قبول ندارم، به خاطر ازی که ما کاری کرده نمیتونم. هر کاری که کردم اگه با طرفداری از یک کردم خوب، اگه نی مرا موجه ترور میکنه. کم مردم ترور کرده که مرا ترور کرده نمیتونم، نامشم میمانه که دایش کشت و همینطور کردم میرم. یعنی همین که بیادر یقانی کی کشت؟ امی خویتور نیستن که بچوش سر ما شما میبینیم. والی مزار کی کشت و چرا کشته میشه این مردم؟ نام به نام ایکس میای میگه ما داعش است و ما کشتیم. دیگه ما و شما هیچ پشتی گپ نمیگردیم. از امی خاطر است که به سیاست میگه dirty politics، میگه سیاست بسیار یک بازی گنده است و ما شما فکر میکنیم که سیاست ما و شما میفهمیم.
برادر سیاست چیزی است که به یاد گرفته میتونی تکنیک است، انجینری یاد گرفته میتونی تکنیک است، استخبارات و سیاست که میکس کنی یاد نمیشه. یه در پرکتیکلی باید خودتان 30 سال 40 سال در اوجا باشی که هر دروازه را مثل پیشتر دلاورزای صاحب گفت الهه جان که در روم کسی نیستن که دیگه طالبا را بشناسه به جز الهه جان که 6 ماه در بندی خانه بودمرش. جناب محترم خودتان 6 ماه طالب دیدی، مردم در روم ششته خودش طالب است، خود نمیشناسه، تو او را میشناسی؟ مردم هستن همیجا که دمو فاوندینگ ممبر هستن، مردم هستن که دمی طالبا 100 نفر 2000 نفر 50000 نفر دموجا تا بالا میخیزم راشن 24 ساعت هست امی دراما را جور کرده، دراما را نوشته کرده. یک نفر در دراما 6 ماه کار کرده، دیگه نفر دراما را نوشته کرده. شما نگوین که دیگه مردم طالبا را ندیده، شما بخیالم نو دیدین. ما مردم 30 سال است که طالبا دیدیم، مادرش میشناسیم، پدرش میشناسیم، سیایی را میشناسیم، عیسای را میشناسیم، KGB را میشناسیم. کی آمد، چطور آمد، چرا آمد. با مو WH کوشن که میگه تمام WH کوشن با ما مردم حال هستن که چه موضوع و از کجا شروع شده. گپ آخر ما سپاس. گپ آخر ما پلوشه جان، گپ آخر ما است اگر شما میخواین که طالبا از بین ببرین، مولای بیت الله باید نگاه کنین و با ICC بگوین که بر ما یک نفر محاکمه نکو، ما سر یک نفر 2 نفر افغانستان جور نمیشه. اگر محاکمه میکنی حداقل 1000 طالب از محاکمه است، حداقل 1000 نفر محاکمه میکنی، اگر میکشی، اگر بندی میکنی، هر چیزی میکنی، تمامشان از بیخ از بنیاد باید گم کنی. اگر تو میایی که یک نفر به دل تو کار نمیکنه، امور سرشان فشار میاری، یا میکشی یا بندی میکنی یا اختار میتی و دیگرها را چاق میکنی، دیگرها را میمانی که سیاست کنم، خود تو خودتان دشمن افغانستان هستی و دوست طالب هستی. طالبا هیبت الله را نمیخواه. گپ آخریم، طالبا هیبت الله را نمیخواه. طالبا میخواه که هیبت الله را از بین ببره، یا به مرگ و یا بدبندی خانه یا او را بترسانه. ما و شما امر هیبت الله کار نداریم. ما خودم امر اسلامی امارات مشکل دارم. برما هیبت الله هیچ معنا نداره. هیبت الله میره، ما هیبت الله میه، ما هیبت الله میره، شیخ الله میه. ملا عمر رفت، منصور آمد، منصور رفت، هیبت الله آمد. یکیش از دیگه قدر بهتر است. حالی شما چرا خوش باشین که هیبت الله محاکمه میشه؟ هیبت الله محاکمه شه بجایشان کی میه؟ خلیلی صاحب میه، بجایشان احمد مسعود میه، خود دیگه طالب میه. و او طالب چرا میه؟ یه باید ما شما محاسبه داشته باشیم. یه مردم مبارکی به یک دیگه میته که مبارک باش. دکتر باریز میگه که اینطور شد بیادر، نی مظاهره تنی کار کرده، نی کدام گپی دیگه تنی فیصله کرده. تشکر